مسئله دیگر در فرودگاه کابل چی گذشت؟ برادران عزیز، بله منم نوارها را دیدم که مردم در حتی چرخهای هواپیما چسبیدن، میافتند، زیر چرخ میمونن. یک واقعا یک مصیبت است. اما چرا؟ مگر اونا از ترس طالب گریختن؟ بیاید این تبلیغات رو کنار بگذاریم. حالا من نمیگم که از ترس طالب هیچ کس از افغانستان نگریخته است. بله واقعا اون کارهایی که در گذشته شده و اون سیاستایی که طالب داشت بسیاری ها را ترسونده است و میترساند. اما چرا مردم از مزار نگریخت؟ چرا مردم از هرات و از قندوز و از قندهار نگریخته ایستاده است؟ چرا باید از کابل بگریزد؟ اینجا یک آوازه شد. خودی دوستان افغانستان زنگ زدن با ما مسئله را شرح دادن که وقتی که سروزیر کانادا چند روز پیش اعلان کرد که 20,000 شهروند افغانستان را همچون مهاجر میپذیرد بعد این حادثه و گفتن که امریکا هم آماده است، آلمان هم آماده است که شهروندان افغانستان را همچون مهاجر بپذیرد. کسی آوازه کرد که الان در فرودگاه هواپیماها آماده هستند، از اون طرف سربازای امریکایی را آوردن 5,000، از این طرف میخواهند که مهاجر را برن. هر کسی که توانست و رسید میتواند در هواپیما بشیند و راست به امریکا یا آلمان یا کانادا برود. مردم با این آوازه باور کرد، همه ریختند به فرودگاه. شما اگر به نوارها بینید اونا با مهاجر مانند نیستند، زن و بچه و پیرزن نیست، همه جوان، در دستش فقط یک سومکه ورزشی هست، با همون لباس همون فرصت رو اعلان و خواند است و به طرف فرودگاه دوید و او باور کردن که اگر در هواپیما بشینن حتما میتوانند یک جای پیدا کنند و پرواز کنند. این سبب اصلی بود. خودی برادران و دوستان افغان که اتفاقا علیه طالب هم هستند و از حکومت قبلی افغانستان اونا این را به ما گفتند و شرح دادند. اما تبلیغات همیشه کسانی که ضد افغان ها همچون ملت ضد اسلام می نویسند که خواب ببینید مردم یا از ترس فرار کرده ایستاده است و میخوان وضعیت رو بازم از این بیشتر متشنج کنند که خوشبختانه اینطور نیست.